درود دوستان، خوش اومدید به این ویدیو. من کیانسو هستم. دوستان امروز میخوایم بریم سراغ یه تمرین خیلی باحال به اسم Push Up to Grow، یعنی شنا رفتن برای رشد عضلات. بدون هیچ معطلی بریم سراغ تمرین و توضیحاتی راجع به این تمرین. دوستان در مورد پوشاپس هر کسی یه نظریه داره، ولی این ورزش، این حرکت خیلی دست کم گرفته شده. چرا؟ چون مردم بر این باورن که یه حرکت بسیار مبتدی، یه حرکتی بسیار آسونه و خیلی راحت میشه انجامش داد، ولی اصلا اینطور نیست و فقط فکرشون بر اینه که یه تعدادی که توی ذهنشون اندازه گرفتن و انجام بدن و دیگه این حرکت تموم. یعنی یه انتظاری از ذهن خودشون دارن، همونو انجام میدن، دیگه تکرار نمیکنن و تکرار رو اضافه نمیکنن و فشار حرکت رو بیشتر نمیکنن. همه اینا میتونه دخیل باشه به خاطر اینکه رشد عضلانی بیشتری داشته باشین یا بتونه از این حرکت بیشتر استفاده کنین. و در این زمان چه اتفاقی میفته؟ اون شخصی که این حرکت رو داره انجام میده براش کسل کننده میشه و فکر میکنه خیلی حرکت تکراریه و باعث میشه دیگه این حرکت رو انجام نده. اگر شما حرکت پوشاپس رو به صورت صحیح انجام بدین، من اصلا فکر نمی‌کنم این حرکت ساده‌ای باشه یا سریع تموم بشه یا اصلا هیچ فشار روی عضلاتتون نیاره. یه حرکتی بسیار سخته، چه برای ساختن عضله، چه برای فیتنس، چه برای هر رشته ورزشی. این حرکت خیلی استفاده میشه و خیلی هم موثره. اوکی دوستان، الان می‌خوایم چند مورد رو راجبش بگیم که چجوری میتونیم بهتر، صحیحتر ما این حرکت رو انجام بدیم. اگر چند مورد رو رعایت کنیم این حرکت رو میتونیم بهتر انجام بدیم. میریم سراغ مورد اول. دوستان مورد اول اینه که شما اول ذهنیتتون رو راجع به این حرکت کلا تغییر بدید. چرا اینو میگم؟ چون شما ذهنتون رو در نظر میگیرین که من 4 تا برم، من 10 تا برم، من 30 تا برم. خب اول تمرکزتون روی این بذارین که دفعه قبل که 30 تا رفتین این دفعه 50 تا برین. تمرکزتون و هدفتون رو این اول بذارین. دو، اینکه حرکت رو صحیح اجرا کنین، حرکت رو دقیق اجرا کنین. با تعداد بیشتر دقیق اجرا کردن خیلی مهمه این موضوع. برای مثالی براتون میزنم از صحیح رفتن. اینه که زمانی که شما بالا میاین، دیدین دیگه پوشاپ یه قسمتی رو میریم پایین، یه قسمت رو میایم بالا. زمانی که میریم بالا میخواین بیاین، تا آخرین حد ممکنی که میتونیم بالا بیاین. زمانی که میخواین بریم پایین، تا آخرین جایی که امکانش هست بریم پایین، یعنی تا قسمتی که فکر کنین سینه‌تون به زمین اصابت میکنه. دوستان مورد دومی که میخوایم بگیم اینه که در قسمت منفی حرکت، یعنی زمانی که شما میخوایم بریم پایین، این حرکت رو بسیار آهسته و با تمرکز انجام بدین. منظورم از آهسته این نیست که 1 دقیقه طول بکشه، نه، یعنی آهسته بریم و تا حد ممکن پایین بیاین. این چیزیه که من خیلی از دوستان، خیلی از افراد دیدم، اینه که به من میگن که من 200 تا شنا رفتم ولی حتی پمپ نشده عضلاتم، حتی سینم دم عضلانی نگرفته. چرا نگرفته؟ به خاطر اینکه تو قسمت منفی حرکت شما یا سریع رفتین پایین یا سریع رفتین اومدین بالا. سعی کنین قسمت منفی حرکت رو خیلی آهسته برین، یعنی آهسته برین و تا آخرین حدش بیاین پایین. این باعث میشه که شما یه دم عضلانی خیلی قشنگ، خیلی باحال، یعنی عشق میکنی موقعی که این دم عضلانی رو میگیری. مورد سوم، دوستان این مورد رو خیلی من شاهدشم که زمانی که اشخاصی پوشاپ یا شنا دارن میزنن، ناحیه باسنشون پایین تر از قسمت سینه‌شون قرار میگیره، یعنی افتادگی ناحیه باسن پایین تر از سینه قرار میگیره. دوستان سعی کنیم باسن رو قفل کنین عضلاتش رو که بیشتر سینه و پشت بازو و سرشونه درگیر بشه. شما هرچی یه سری حرکات اضافی مثل این درگیر بشه، عضلات اصلی که قراره تو این حرکت درگیر بشه کمتر میشه، یعنی شما عضله سازیتون کمتر میشه. پس سعی کنین ماهیچه رو در راستای سینه قفل کنین، کامل قفل، یعنی اصلا پایین نیاد و گودی کمرتون صاف با بالای کمرتون باشه، یعنی این حالتی باید باشه. و اگر جور دیگه باشه عضلات اصلی درگیر نمیشه. مورد چهارمی که من میخوام بهتون بگم دوستان چیه؟ اینه که شما حرکت رو به صورت کامل انجام بدین، فول رنج. مورد اینه که شما میاین به زمین، سینه‌تون به زمین میچسبه، بالا که رفتین آرنجا قفل میشه و این حرکت رو تا جایی که میتونین تمرکزی و تون نمیخواد انجام بدین، کسی دنبالتون نیست،
آهسته ولی کامل، یعنی کامل برین زمین، سینه‌تون لمس کنه زمینو، بالا آرنجا قفل. دوستان این بود از تمرین امروز. ممنونی که توجه کردین به حرفام. انشالله امیدوارم که شما همه این موارد رو رعایت کنین. ممنونم، تشکر. لایک، سابسکرایب، کامنت یادتون نره. نظراتتون رو حتما به من بگین، یا اگه حرکت خاصی دارین میخواین راجبش بدونین بیشتر براتون توضیح بدم، این کار انجام میشه. به روی چشم. تا ویدیو بعد و تمرین بعد، بدرود.